سلام، امروز میخوایم با هم یه سفر به گذشته بکنیم، به یک روز خیلی خاص. 4 فروردین 1354. یعنی دقیقاً وسط تعطیلات نوروز و اون حال و هوای جشن و شادی. سندمون برای این سفر چیه؟ روزنامه پرتیراژ اطلاعات که همون روز چاپ شده. این صفحه اول روزنامه است. نگاه کنید. تبریک‌های نوروزی همه جا هست. اما اون بالا، اون تیتر درشت و نگران کننده داستان دیگه‌ای رو تعریف میکنه. انگار داره به ما میگه که پشت این ظاهر شاد یه دنیای پر از اضطراب و مشکل هم وجود داشته. خب، سوال اصلی اینه، جدای از اون جشن و پایکوبی رسمی، چی تو فکر مردم بوده؟ اونایی که این روزنامه رو خریدن و خوندن با چه نگرانی‌هایی روبرو بودن؟ ما میخوایم دقیقاً بریم سراغ همین، یعنی خبرهای منفی و مشکلاتی که تو همین یک شماره از روزنامه مستند شده. بیایید از همون تیتر اصلی و بزرگ روزنامه شروع کنیم. یه خبری که نه فقط سیاست دنیا که مستقیم روی زندگی و آرامش فکری مردم ایران هم سایه انداخته بود. تیتر 1 روزنامه اینه: شکست کسینجر خاورمیانه را به آستانه جنگ برد. ببینید، این فقط یه خبر سیاسی خشک و خالی نیست. این یه زنگ خطره. یعنی منطقه‌ای که ما توش زندگی می‌کنیم به شدت بی‌ثبات و ناامنه. این جمله کوتاه خیلی خوب حال و هوای اون روزا رو نشون میده. یه حس ناامنی جهانی که خب برای ایرانیای اون موقع یه نگرانی خیلی بزرگ و جدی به حساب می اومد. اما خب، همزمان که دنیا درگیر سیاست‌های کلان بود، تو خود ایران چه خبر بود؟ بیایید از صحنه جهانی فاصله بگیریم و ببینیم داخل مرزهای خودمون چه چالش‌هایی وجود داشته. توی این بخش میریم سراغ مشکلات داخلی که روزنامه بهشون پرداخته. از بلایای طبیعی بگیرید تا اون نابرابری‌های اجتماعی عمیق. وقتی صفحه 5 رو باز می‌کنیم با 2 چهره کاملاً متفاوت از مشکلات داخلی مواجه میشیم. از یه طرف خبر سیل‌های وحشتناک تو خوزستان رو داریم و از طرف دیگه گزارش تلاش طاقت فرسای حلبی آباد نشین‌ها تو تهران برای زنده موندن. این 2 خبر کنار هم عمق مشکلات و نابرابری‌های اون دوره رو خیلی خوب نشون میده. و این تضاد واقعاً تکان دهنده است. شما توی صفحه 5 گزارش زندگی تو حلبی آباد رو میخونید، بعد فقط 3 صفحه ورق میزنید و تو صفحه 8 با آگهی فروش یه آپارتمان لوکس روبرو میشید. همین کنار هم قرار گرفتن انگار داره شکاف عمیق اجتماعی و اقتصادی اون دوران رو فریاد میزنه. خب، حالا بیایید بریم سراغ یه مسئله ملموس‌تر برای خانواده‌های معمولی. فشارهای اقتصادی. از قیمت گوشت و نون گرفته تا خرج تحصیل بچه‌ها. این تیتر تو صفحه 2 دیگه از این رکتر نمیشه. قیمت گوشت پایین نمیآید. این فقط یه خبر اقتصادی نیست. این صدای نگرانی هر روز مردم در مورد گرونی و تورمه. یه مشکل کاملاً واقعی برای سفره هر خانواده ایرانی. و جالبه که این فشار اقتصادی فقط سر سفره نبود، رفته بود تو درس و مشق بچه‌ها هم. یه نگاه به بخش فرهنگ تو صفحه 6 بندازید. پر از آگهی کلاس خصوصی، فیزیک، شیمی، انگلیسی. این یعنی تحصیل با کیفیت هم داشت به یک کالای گرون تبدیل میشد و خانواده‌ها باید برای آینده بچه‌هاشون هزینه‌های سنگینی رو پرداخت می‌کردن. و حالا میخوایم بریم سراغ صفحاتی از روزنامه که شاید از همه تلخ‌تر باشن. صفحه حوادث و آگهی‌های ترحیم. این تیتر صفحه 14 یعنی صفحه حوادث واقعا آدم رو میخوب میکنه. نوروز 54 با جنایت شروع شد. روزنامه با جزئیات داستان وحشتناک زنی رو تعریف میکنه که با همدستی معشوقش شوهرش رو به قتل رسونده. این خبر یه روی تاریک از جامعه رو نشون میده که معمولاً تو هیاهوی جشن‌های نوروزی گم میشه. و درست بعد از اون خبر جنایی پرسر و صدا، صفحه بعد یعنی صفحه 15 ما رو با یه سکوت سنگین روبرو میکنه. این صفحه تماماً آگهی ترحیمه. اینجا دیگه خبری از تیترهای جنجالی نیست، فقط یه لیست بلند از اسمها. اینها تراژدی‌های خاموش و روزمره مردمه که در سکوت کنار بقیه خبرها ثبت شدن. خب، حالا که این روزنامه رو با هم ورق زدیم، چه تصویری از اون روز توی ذهنمون ساخته میشه؟ میدونید، انگار 2 واقعیت کاملاً متفاوت تو همون یک روز کنار هم وجود داشتن. یه طرف نگرانی‌ها بود، جنگ،
فقر، گرونی، جنایت. طرف دیگه آرزوها بود، آگهی تلویزیون رنگی، خونه‌های جدید و خب خود جشن‌های نوروزی. این روزنامه مثل یه آینه، تمام این تضادها رو به ما نشون میده. و اینجاست که آدم به فکر فرو میره. اینکه ما روی کدوم خبرها تمرکز میکنیم، چطوری حافظه ما از گذشته رو میسازه. این یک شماره روزنامه به ما نشون داد که تاریخ هیچ وقت یه داستان صاف و ساده نیست. همیشه مجموعه‌ای از روایت‌های پیچیده و حتی متضاده. ممنون که توی این بررسی کوتاه همراه ما بودید.